السلام علیکم شنوندگان و تماشاگران محترم. ما امروز با همراه شما چطوری که در درس‌های گذشته پروگرس اریتمتیکی و دوئم و پروگرس گئومتری معلومات داده بودیم و در اون سالها با همراه شما ما هر یک اعضای پروگرس اریتمتیکی، اعضای نامعلوم پروگرس اریتمتیکی در شرط مسئله داده شده بود می‌یافتیم. حالا ما با همراه شما اویدی مسئله‌هایی که یافتن سوم یکشان اعضای پروگرس اریتمتیکی از اون طلب کرده می شود دیده می باریم. پیش از اون که من اویدی مسئله های سوم اعضای پروگرس اریتمتیکی گردانم، ما درس گذشته رو با تکرار کرده چنین فرمول رو در تخته می نویسیم. چون شما میدونید اگر باشد که یکان پروگرس اریتمتیکی این داده شده باشد و همین پروگرس اریتمتیکی را اعضای اون چنین نمود رو دارد، یعنی اگر پروگرس اریتمتیکی این باشد اعضای یکمش ما ای یک شوره میکنیم، اعضای دویمش ای دوی شوره میکنیم، اعضای سومش ای سه شوره میکنیم و اون اعضای آخرانی وای این میشد. اکنون این پروگرس همون وقت پروگرس اریتمتیکی میشود که چطوری که ما بدونستیم اگر اعضای دویم اعضای یکم گیریم یا اعضای سوم اعضای دوم گیریم و ها کذا اگر ما باشد که از اعضای اینم اعضای اینی یک رو میگرفتیم، این فرق در همه فرقایی که ما نوشتیم و اگر برابر بودن این برابر با حرفی د که ما در آنجا فرق پروگرس نامیده بودیم. اکنون ما وقتی که کدام یک پروگرس با ما داده شده باشد اول لازم میاد که ما پروگرس را فهمیم که باید پروگرس اریتمتیکی است، گئومتری است، پروگرس گئومتری افزون شونده، کم شونده، بیخود کم شونده نمود چه فهمیدن ما باید اول فهمیم که کدام نمود پروگرس است. اگر این شرطی اساسی پروگرس اریتمتیکی بودن همین میباشد. خیلی که در اینجا ما نوشتیم وقتی که ما همین کار اجرا کنیم از روی همین خیلی فرمول حاصل کرده میتونیم. فرض کردیم که من اگر همین فرمول را در نمود زیل نویسم، من دو اعضا شدیدم، اعضای دویم تایی اعضای یکم برابر دی نویسم، اگر من همین اعضای دویم یافتنده اعضای دویم می نویسم برابر اعضای یکم به طرف راست بردن در فرم شود، اکنون شما نگاه کنید که در طرف چپ اعضای یکم با علامت مینوس آمده است. وقتی که ما با علامت مینوس آمده است و از طرف چپ به طرف راست همین اعضا رو میکشیم با علامت مقابلش کشیده میشه میکشد، یعنی اعضای یکم جمع د میشد. از روی همین فرمول یافتگی بون که ما در همینجور نوشتیم ما فرمول عمومی اعضای اینومی پروگرس را نوشته میتونیم. اعضای اینومی پروگرس این برابر بود است با اعضای یکم جمعی کوفیسینت نزد د این یک است. این نشاننده ایندکسی اعضای این دوم است. این که دو شود اینا جای این در این نویسیم، اینجا ما این یک تا کم می نویسم، این تا یک ضربی د می نویسم که این فرمولای اعضای اینومی پروگرسی بود که اینا ما با همراه شما درس گذشته دیده برآورده بودیم. اکنون ما این فرمول را قطعی شما خیل میکنیم و بعضا میون فرمول دیگر رو من می نویسم، یعنی من برای اینکه فرمول فراموش نشود در وقت حل مثال من همین فرمول در اینجا خیل میکنم. اعضای اینوم این برابر بوده با اعضای یکم جمع این طرح یک ضربی د. این فرمولای اعضای اینومی پروگرس اریتمتیکی میباشد. اکنون من فرمولای سومای این اعضای پروگرس اریتمتیکی رو قید کردم در کلاس. برای اینکه من سومای این اعضای پروگرس اریتمتیکی رو قید کنم و من کفایه است که اگر اعضای یکمش دونم من اعضای یکمی پروگرس رو با اعضای اینومش جمع کرده با دو تقسیم میکنم و این ضرب میکنم. یعنی من اگر باشد که
اعضای یکمش و اعضای آخرانش به من معلوم باشد، این اعضای یکم خدمتش معلوم باشد، آخرانش معلوم باشد، من هر دوی همین اعضا رو جمع کرده بعد تقسیم میکنم و شمارشون ضرب میکنم. لیکن من میتونم که این فرمولا نمودی دیگر گردونم. برای اینکه این فرمولا نمودی دیگر گردونم در همین فرمولا بلو ما با جای I1 با جای IN بلو قیمت چه میگذارم؟ این IN این برابر است با I1 جمع N طرح 1 ضرب D تقسیم 2 ضرب N برابر این برابر میشد I1 با I1 جمع کنم 2 I1 میشد جمع N مینوس 1 D تقسیم 2 ضرب N میشد، اینجا ضرب N میشد. اکنون ما وقتی که همینا نوشتیم یعنی فرمولای عمومی حاصل کردیم که اعضای N مش اگر این برابر میشود با 2 I1 جمع N مینوس 1 D تقسیم 2 ضرب N، یعنی این فرمولای N در سومای N اعضای اولای پروگرس اریتمتیکی میشد. اکنون ما همین فرمولا رو دسترس کرده مسئله ذهنی رو حلش میبینیم. شرط مسئله چنین است، میگه که در پروگرس اریتمتیکی داده شده است اعضای یکمش داده شده است که اعضای یکمش موافق شرط با مینوس 7 برابر بوده است و اعضای چهارمش داده شده است. اعضای چهارم پروگرس داده شده است این برابر مینوس 1 است و شرط طلب میکنه که سومای 8 اعضا و سومای 8 عضو اون یافته شد، یعنی سومای 8 اعضای پروگرس یافته شد. من برای اون که سومای 8 اعضای پروگرس رو با شرط مثال دقت میکنم، یعنی در اینجا I1 معلوم، I4 معلوم، سومای 8 اعضا رو یافتن نکن. اون گونه با اگر وقتی که با فرم نظر افکنیم نگاه میکنیم که در اینجا اعضای یکم معلومه، از بس که میگه که سومای 8 اعضا رو یابید این گفتنی گفت که n برابر 8 است. این n معلوم، فرق پروگرس معلوم نیست. اکنون برای که ما فرق پروگرس رو یابیم همین I1 و I4 نوشتگیم I1 نوشته از دو تا همین من I4 میوبم. اگر I4 یوبم I4 این برابر میشود با اعضای یکمش I1 پیلوسی این 4 که باشه اینجا 3 میشود، 3 مخرج فرق پروگرس D. یعنی اگر با فرمول بلو دقت کنیم با جای این اگر ما 4 بذاریم اینجا 4 بذاریم I4 میشود، I1 خودش مینویسیم اینجا با 4 بذاریم از 4 1 میگیریم 3 میموند 3 D میشه. اکنون از اینجا اگر ما در همین برابریمون با جای اعضای 4 که با مینوس 1 برابر مینوس 1 بذارم، اعضای یکم هم با مینوس 7 برابر مینوس 7 بذارم و 3 D رو نوشته از این ما D رو اگر یابیم برای ما فرق پروگرس معلوم میشه. در این مثال برای حل کردن کفایه است که مینوس 1 رو نویسیم و مینوس 7 رو از طرف راست به طرف چپ میکشونیم. هنگامی مینوس 7 رو به طرف چپ کشوندن علامت از بس اینجا مینوس به علامت مقابل میگیره، علامت مقابل مینوس علامت پیلوس است. برای همین 7 میشود این برابر میشود 3D. یا که ما میتونیم که طرف چپ و راستی برابر رو جاشون رو عوض کنیم به تغییر نویسیم. این 3D میشود برابر 7 1 ترک کنیم اگر این میشود 6. اگر نتیجه اگر D رو یافتنی شویم 6 رو با 3 تقسیم میکنیم، 6 رو با 3 تقسیم میکنیم این 2 میرسه. یعنی ما D رو یافتیم. اکنون وقتی که D رو یافتیم سومای N اعضاش نویسیم. سومای N اعضاش اگر نویسیم میشود 2I1 جمع N مینوس 1 ضرب D تقسیم 2 ضرب N. اکنون در همین فرمولای ما با جای N 8 نویسیم. اگر 8 نویسیم AC8 برابر میشود خط کسری 2 ضرب میگیریم. با جای I1 قیمتش میگیریم مینوسی 7 به دست مینوسی 7 میگیریم
با جای n اگر 8 بذاریم 8 می‌نویسیم مینوس 1 ضرب با جای d می‌گذاریم 2 تقسیم 2 ضرب n برابر. از اینجا اگر ما ضرب کنیم در بالا حاصل میشه 2 رو با مینوس 1 ضرب کنیم مینوس 14 میشه. 8 1 اگریم 7 میمونه 7 با 2 ضرب کنیم پلوس 14 میشه چون تقسیم 2 میشه ضرب 8 میشه. اکنون ما همین کار اجرا کنیم وقتی اجرا میکنیم این اگر حساب کنیم شنید نگاه کنید که در صورت ما مینوس 14 داریم پلوس 14 یعنی 0 حاصل میشه در مخرج 2 هم مینویسیم ضرب 8 چطور که شما میدونید 0 رو با 8 ضرب میکنیم 0 میشه بعد 2 تقسیم میکنیم 0 رو با 2 تقسیم کنیم 0 میشه یعنی سومای 8 اعضای همین پیداکاری یا پروگرسی که ما کار کردیم و همراه شما این با 0 برابر است. اکنون با مانند همین بازی ما مسئله دیگر رو حل میکنیم که این هم عیناً با همین مسئله کار کردیم مانند است. پروگرسی میگه که عضوهای اعضای سیوم پروگرسی با 16 برابر است. اعضای ششمش با 10 برابر است. در اینجا میگه همین اعضا با همین برابر است. تو یافته شود سومه 14 اعضای اولی یعنی 14 که باشد ما اینا 14 میگیریم یعنی این 14 انا که ما حساب میکنیم سومش ببینید در مثال اولی ما اعضای یکم معلوم بود اعضای چهارم ما همچون مدل درجه یکم نوشته حل کردیم بالا باشد در اینجا نگاه کنیم اگر اعضای سوم اعضای ششم یعنی ما اعضای یکم نمیدونیم چند است بنابراین ما اول اعضای سوم می‌نویسیم اعضای سوم از روی همین فرمولا ترتیب میدیم یعنی در همین فرمولا با جای n 3 میگذاریم میشود اعضای سوم برابر اعضای یکم جمعی اینجا 3 گذارم اگر از 3 یک گیرم 2 d حاصل میشود با از همین فرمولا با یک مرتبه دیگر ترتیب میدم اعضای ششم اینجا 6 میگذارم میشود اعضای ششم این برابر میشود اعضای یکم پلوسی از 6 یک گیریم 5 حاصل میشود 5 d یعنی ما در بالا یک سیستم حاصل کردیم همین سیستم خطی حاصل کردیم که ما درس گذشته اوید این مسئله با همراه شما صحبت کردیم در درس گذشته از همین سیستم چنین خلاصه برمی‌آییم اگر ما با جای اعضای یکم معلوم نیست خودش نویسیم اعضای یکم جمعی 2 d برابر با جای اعضای 3 16 می‌نویسیم این مثال هم از طرف راستش اول می‌نویسیم و طرف چپش بعد این برابر میشود اعضای ششم ما در مثال ما اعضای ششم با 10 برابر نویسیم ما همین سیستم رو حاصل می‌کنیم که در بالا و در پایان هر دیش اعضای یکم دارد دو تا نامعلوم برای اون که ما سیستم دو داشته رو حل کنیم سیستم پایان هر دو طرفش با مینوس 1 ضرب میکنیم با متد جمع الجبرایی کار میکنیم مینوس 1 ضرب کنیم مینوس ای 1 میشود مینوس 5 d میشود برابر مینوس 10 میشود مثال بالا را خودش می‌نویسیم ای 1 جمعی 2 d برابر 16 از اینجا با چنین خلاصه می‌بینیم که اگر ما هر دو سیستم رو جمع کنیم این سیستم یکم خودش نویسم مدل یکم نویسیم میگه مدل دیوم یکم یک طرف چپشون با چپش راستشون با راست جمع کنیم چنین حاصل میکنیم ای 1 جمعی 2 d طرحی ای 1 طرحی 5 d برابر این مدل یکم بود 16 دیگه‌مش بود مینوس 10 اکنون ما حاصل کردیم از اینجا وقتی که جمع کنیم مدل یکم میستد خودش 2 d را می‌نویسیم 16 میشد
در مثال مدل دیم I1 با I1 اصلاح می شود. اینجا د طرح 5D میموند. اگر ای 5D د رو گیریم اینجا برای من 3D بوده میموند. برابر اینجا 16 در را گیریم 6 بوده میموند. اکنون ما اگر باشد که مدل یکما نویسیم خودش I1 جمع 2D گفته نویسیم برابر 16. مدل دیگه اگر دی را یافتن شیم 6 رو با مینوس 3 تقسیم میکنیم. یعنی دی مو برابر میشود 6 با مینوس 3 مینوس 2 میرسد. اکنون ما 2 رو در بالا میگذاریم. اگر با جای دی 2 بذاریم 2 کره 2 4 میشود. 4 اگر این علامتی مینوس میشه 4 را طرف راست بریم 16 پلس 4 میشود که I1 مو برابر میشود با 20 و دی مو برابر میشود با مینوس 2. یعنی ما وقتی که I1 و یافتیم معلوم میشود که I1 معلوم شد و برای ما معلوم شد. ما باز با مانند مسئله پیشینه ما سومه را فرمولش می‌نویسیم در فرمول می‌گذاریم. یعنی اینجا ما طلب می‌کرد که سومه 8 اونجا طلب می‌کرد 8 اونجا طلب می‌کرد که سومه 6 سومه 14 روزی اولا. یعنی سومه 14 باشه اگر در این مثال فرمول ما با جای این 14 می‌گذاریم. اگر 14 گذاریم می‌شود AC 14 برابر خط کسری I2 I1 جمع جای این 14 گذاریم I 14 یک گیریم 13 ده میشود تقسیم 2 ضربی از او 14 که باشد من اینجا بنویسم 14 برابر. اکنون در فرمول قیمت‌های حوض نو یافتگیمون رو میگذاریم. یعنی با جای I1 20 میگذاریم 2 ضرب 20 میشود پلوس 13 ضربی با جای د مینوس 2 میگذاریم بعد تقسیم میکنیم با 14 ضرب میکنیم برابر. از اینجا 2 را با 20 ضرب کنیم 40 میشود 13 را با 2 ضرب کنیم مینوس 26 میشود تقسیم 2 ضرب 14 برابر. از 40 اگر ما 26 را ترک کنیم 14 میمونه تقسیم 2 ضرب 14 میشود. یعنی 14 را بعد تقسیم 7 میرسد 7 با 14 ضرب میکنیم. اگر 7 با 14 7 کره 4 28 میشود 7 کره 98 میشود. یعنی جوابی مثالی مو اسی 14 مو یعنی با 98 برابر میشود. همین طریق ما قطعش مو دو مسئله دیدیم. همین در دو مسئله که با امروی شما انتخاب کرده ما برآمدیم. این مسئله اویدی سومه از اوی پروگرس اریتمتیک بودن که ما در درس‌های آینده باز فرمولا ها رو باز مسائل نهایت با وزن‌تر شده می‌ریم. ممکن در این کتابی مجموعه سفر ما همین نمودی مسئله داشته که شما هر یک شدن کارکردن میتونید که این موضوع از همینا استفاده برده مسئله خودتون حل کنید. با دقتتون رحمت.